5 تا آدمو از زندگیت حذفشون کن. اولیش کسی که تو ذهنش داره با تو رقابت میکنه. میخواد موفق شی ولی نه بیشتر از خودش. به محض اینکه ازش جلو بزنی حس حسادتش بیدار میشه. دومی سوء استفاده گر. فقط تا وقتی کنارته که ازت چیزی بهش برسه. زمانی که چیزی نباشه ناپدید میشه. سومی کسی که همیشه تو رو مقصر میکنه. تو هر موقعیتی اینقدر هر چیزی رو میپیچونه تا تو احساس گناه کنی. مسئولیت که نمیپذیره هیچ، در نهایت کاری میکنه باور کنی مقصر تویی. چهارمی منفی نگر. آرامش تو میدوزه. دائما همش از چیزایی شکایت میکنه که هیچ قصدی برای تغییرشون نداره. و آخری آزارگر. از بخششت، اعتمادت، وفاداریت، مهربونیت سوء استفاده میکنه. و قسمت بعدش اینه که فقط زمانی که میره تازه میفهمی چه بلایی سرت آورده. آرامش تو مهمه. آسایشت مهمه. خودتو با کسایی احاطه کن که فقط بخوام بلندت کنن، نه کسایی که خونتو میمکن.